سلام خدمت دوستای عزیزم. شاید باورتون نشه ولی قضیه این دوربینی که الان داره از من فیلم ضبط میکنه رو آخر ویدیو براتون میگم، اصلا شاید خودتون متوجه بشید. خب مثل همیشه من در باز کردم اومدم داخل و فکر میکنم که صبح بود، اصلا یادم نیست، فکر میکنم صبح بود که من اومدم. اصلا به روی خودم نمیارم که دوربین داره فیلم منو ضبط میکنه و کیفمو گذاشتم، عینکمو طبق همیشه در آوردم. این عینک رو جدید خریدم، یعنی هم عینک رو جدید خریدم هم این که این بند عینکی رو جدید خریدم که آخه هر دفعه عینکمو یه جایی میذارم هی شیشه هاش خشخشی میشه. بعد یهو به ذهنم رسید خب بذار بند عینک بگیرم دیگه. خب اینجا من رگالو گذاشتم بیرون، بعد صافش کردم، یه مقدار کج بود. الان دنبال چی دارم میگم؟ دنبال چوب. طبق روال همیشه یه سری کارهای جدید الان جدیدم میزنم بیرون. اینی که زدم کاپشن خلبانیه و خب تازه جدیدن آوردم و حالا هوا زیاد گرم سرد نشده ولی گفتم بزنم بیرون، شاید یکی چشمش گرفت و خرید. اون کار راهیه رو شاید باورتون نشه ولی اون موقعی که آورده بودم همه میگفتن زندانیه، لباس زندانی آورد. ولی خب خدا رو شکر استقبال زیاد بود از همین لباس زندانی‌ها، همه خریدن. همین دوتاش مونده، اینا رو می‌ذاریم دم در بجای یکی چشمش بگیره بخره دیگه. باز این یکی پیراهنه، اینو پشمیه. اینو پشمیه، 2 تا رنگ داره که یه رنگ تیره داره یه رنگ روشن داره. عقب موندم از ویدیو. پشمیه 2 تا. بعد یکی از مشتری‌ها چند وقت پیش یکی خریده بود، سایز 3X شد. برده الان بعد از 2 هفته آورده، میگه که چوبو گذاشتن سر جاش، حواستون باشه. بعد میگه پسرم اومده بپوشه، بعد از 2 هفته اصلا نپوشیده بوده و اینا. من نمیدونم چجوری اومده، من گفت سایزش خوب بود، پس اومده بپوشه. بهش گفتن لباس پیرمردیه، طرحش پیرمردی. آخه این کار اصلا اسپورته، کدوم پیرمردی این رنگ میپوشه؟ اگه پیرمردی واقعا این رنگ میپوشه و پیرن پشمی این مدل بهشون میگن پیچازی فکر میکنم میپوشه، بیارین اینجا از من خرید کنه. خیلی خوشی به اون پیرمرد. هیچی خلاص دیگه رفتم جارو آوردم، یه جاروی کوتاهی بزنیم، چون قبلا دیروزش یعنی روز قبلش اون طرف جارو زدم کثیفم نشده. خواهر من اگه وارد مغازه نشه مغازه تمیز میمونه، این قسمت صندلی. جارو بزنیم این سمتم که مشتری یکم کثیف کردن، زیاد نه چون اینجا زیاد بچه نمیاد، همه اکثرا بزرگسالن. یه جارویی بزنیم و حالا یه جور هم داشتیم میزدیم یعنی پشتمون به دوربین نشه و اینا. خلاصه زدیم جارو رو داریم میزنیم و بعدیه این مغازه مثلا حالا جارو زدن و اینا بیشترش کرکه، بیشترش گرد و خاکه، زیاد آشغال نیست دیگه. خب من طبق عادت وقتی مغازه رو جارو میزنم یه سهمی هم داخل یه فرمی داخل شهرداری پر کردم که راهروی بیرون خیابون و این طرف اون طرف هم جارو بزنم دیگه، چون کسی نمیاد جارو بزنه. حالا شوخی میکنم میگم فرم پر کردم ولی خب وظیفه من نیست. اما خب در کل دیگه جلو مغازه منه دیگه، نگاه چه گرد و خاکی هم بلند میشه، از بس خاک میشینه و خب کارگر شهرداری باید اینو تمیز کنه ولی خب نمیکنه دیگه. حالا یا اینکه چون جلوی مغازه هر کسی خودش باید تمیز کنه، نمیدونم. ولی خب من حساسیت خیلی زیادی به خرجم، یعنی یک ذره خاک هم نمیذارم بمونه، همه رو جارو میزنم هر روز صبح و عادت کردم دیگه. اولا که مغازه زده بودم خجالت میکشیدم، گفتم خب مثلا من برم بیرون تو خیابون شد. بعد دیدم نه بابا افتخاره، من مغازه دارم برای خودمه، این خیلی افتخاره که جلو مغازه‌مو وایسم جارو بزنم و خیلی تو حضرت همینش موندن و خدا رو باید شکر کنم که همچین اتفاق برای من افتاده و من میتونم که حالا یه همچین کار یه نگاه به این برنامه میندازی و میای آخر میری سمت جارو که جارو رو میری سمت پشت مغازه. یه قسمتی ما داریم که حالا باید چیکار کنی؟ باید جارو رو بری بذاری سر جاش. جارو که گذاشتی سر جاش فکر میکنم دیگه اومدم میزا رو تمیز کنم، شیشه ها رو تمیز کردم و اینا. فکر میکنم حالا بذاریم ببینیم چیکار میکنیم، یادم نیست. آخه هر روز یه کاری انجام میدم، یه وقتایی میام میشینم سر گوشی اصلا یادم میره که جارو نزدم، یادم میره آب اومدم بپاشم. طبق روال همیشه یه وقتایی میشورم یه وقتایی هم
اونقدر آب میپاشم تا شسته بشه. ولی خب ظرفم کوچیکه، یکم طولانی میشه. چاره ای نیست، خب باید تحمل کنیم ببینیم بعدش قراره چه اتفاقی. میخواستم قضیه این دوربینه رو بهتون بگم، اما مانتو هم این میره بالا، خب خودم راحت نیستم دیگه، مجبوریه باید درستش کنم دیگه. حالا شما به جنسای مغازه توجه کنید، به اون لباسی که تن مانکنه کرمی، چقدر سایزش بزرگه. وقتی حاجی من میاد مغازه دیگه اصلا دل نمیده به کار. لباس تن مانکن رو فروخته، بعد یه لباس 4X کرده تن مانکن. منم اصلا وقت نکردم بخوام اینو عوضش کنم دیگه. خلاص آبو پاشیدیم و فکر میکنم دیگه دست بکشم از آب پاشیدن. یه چند تا دعا و اینا هم خوندیم که انشالله خدا رزق و روزیمون زیاد کنه. یادم باشه اون شروالیه که زدم 670 اونا رو هم برگیش رو بکنم، چون شروالی الان خریده شده 900 تومن و خیلی ضرره. الان دارم شیشه ها رو میخوام پاک کنم دیگه. این شیشه ها رو من روزی چند بار پاک میکنم و هیچ فایده ای نداره، باز دوباره اینا کثیف میشه. بعد چند وقت پیش یه اختراع از خودم در آوردم، نمک ریختم توی این آباشم، سرکه هم ریخت. شیشه رو که پاک میکردی عوضی که تمیز شه کدر میشد، اصلا یه چیز خیلی وحشتناکی میشد، اصلا شاید باورت نشه. هیچ دیگه اومدیم و با کلی دردسر این شیشه پاک کن خالی کردنش که کار نداره، تمیز کردن اون لوله‌ش و نمیدونم پمپش و اینا خیلی سخته تا دوباره پاک بشه از اینا و دوباره مثلا چیز بشه دیگه. درستش کردیم و اینا. خلاص دیگه حالا شیشه ها رو پاک کردیم، حدودا یه 10 تا دفتر هم داریم، الهی شکر فروشمون خیلی بالاست. بعد دیگه خب پر میشه، تون دو تون پر میشه، یعنی باید هر دفعه مثلا ماهی یه دفتر برداریم. انقدر کار و کاسب خوبه اینجا توی ایران که اصلا بی‌نظیره. تازه اینجایی که ما هستیم دیگه خیلی عالیه. بعد خب یه سری کارا رو میکنیم دیگه، بالاخره قیمتمون رو میاریم پایین تر، به مشتری احترام میذاریم دیگه، بالاخره باید گذرون.